معرفت والا جوهر است که انسان‌های روی عالم آن را در نتیجه تکمیل علم و دانش به خود کسب می‌نمایند. آموزگاران صاحب معرفت باشند در بارگاه‌های علم برای ما جوانان این شرایط مساعد را فراهم می‌آورند تا ما از این گهورهای معانی بی بهره نمانیم. نوبت طلوع خورشید عالمتاب را ما در باغ فرهنگی و فراغتی به نام تیمور ملک شهر گلستان ولایت سوخت پیشواز گرفتیم. قهرمان نوبتی برنامه صاحب خیرات کرامت قاسمова سابقه دار مهنت که با سابقه بیش از 50 ساله خیش در وظیفه های راهبری کننده برای پیشرفت و آبادی این سرزمین خدمت شایان کرده است، آماده گردیده است. این بانوی صاحب معرفت هنوز سال 1980 فاکولته متماتیک دانشگاه دولتی شهر خوجند را با موفقیت ختم نموده بود. مبسوط از سال 1975 تا سال 1980 در فابریکه مهنتی شهر خوجند همچون دوزنده یورمه فعالیت داشته است. در برابر تربیت فرزندان این بانوی زحمت پیشه مدتی در اتحاد استحصالی قالین‌های قیراقم به حیث اقتصادچی فعالیتی پرثمر داشت. اسرار انتخاب جاده تعیین نموده‌اش را در صحبت جالب از او پرسان شدیم. خیرات راهنمای و خیرات دلکشای، خیرات دست گیرد به هر دو سرای. اینک این نوبت برنامه صاحب خیرات مهمان شهر گلستان است تا از جالبترین آهنگ زندگی درباره قهرمان‌های زندگی از این گوشه دیار برای شما قصه کند. معلم عزیز، ابتدا برای بیننده ما قصه می‌کردید نخست قدم‌های شما در جاده معارف و چرا میان کسب‌های مختلف محض آموزگاری را اختیار کردید؟ ما در عائله 4 خواهر هستیم. بعد از آن در مکتب همه معلمایی که ما با درس میدادن، آموزگاری که درس میدادن، سبق میدادن، برای ما نمونه عبرت بودن. بنابر همین معلمای صنف ابتدایی من، معلمایی که فن‌های دقیق با درس میدادن، برای من یک ایدئال بودند و حرکت میکردن که با اونها مانند شدن. بعد از آن که ما مکتب ختم کردیم سال 1975 من حجت خود را به فاکولته متماتیکای دانشگاه دولتی خوجند سپاریدم. امتحانا رو با موفقیت سپاریدیم. تقاضای زمان همین خیر شد که ما به شعبه غایبانه پس گذاشتیم. آن رو با موفقیت ختم کرده بعد از آن به مکتب به کار آمدیم. ما سال اول عائله داریم. من سال 1978 عائله دار شدم. با 3 کودک ماندم. سال 84 بعد از آن من با کار آغاز کردم. تا همانه ما بعد از آن که شعبه غایبانه ما گذاشتیم من کسب هم دارم، کسب یورمه‌دوزی دارم. در همین فابریکه خانگی مهنتی خانگی شهر خوجند بود، من همینجا به کار کردم. بعد از آن هم یک بار در یک وقت غایبانه هم تحصیل میکردم. بعد از آن که تحصیل به آخر رسید من به مکتب به کار آمدم و سال 1981 همسرم موافق راه خط دانشگاه طبی تاجیکستان به شهر گلستان همون وقت قیراقم راهی شدن. بعد از آن به همچنین متخصص جوان و آن کس در اینجا خانه جدا کردن. ما به همین کوچه آمدیم و در همینجا من در مکتب میانی تحصیلات عمومی رقم 14 به کار آمدم. پیش از آن من در قالین‌های قیراقم کار آغاز کرده بودم. بعد از آن من به همین مکتب گذشته کسبی آموزگاری دوام دادیم. این بود سال 91 تا سال 93 در همون مکتب کار کردم. از آن جمله در همونجا همچون مدیر قسم علمی هم کار کردم. بعد از آن سال 1993 مرا به مقام اجرای کننده دولت شهر گلستان حاضر قیراقم اون وقت نامش هم دیگر بود به شعبه ثبت اسناد حالت شهروندی به کار دعوت کردن و در آن وقت انتخاب شدنش در کار بود مدیرای شعبه ها و در همینجا مرا هم انتخاب کردن و من طولی 10 سال در همونجا فعالیت بودم. ارزنی که رو به علم و معارف می آورد البته باید صاحب معرفت باشد. در این جاده همچون زنی موفق و دیگر زنانی که امروزها در کسب راهبری ایفای وظیفه می نمایند چگونه مصلحت می دادید؟ جناب عالی به نظرم درک کردن که مسئولیت زنها بسیارتر است. بنابر همین برنامه‌های زیاد قبول شد در ساحه زنها، چه در ساحه سیاست، چه در ساحه معارف و تندرستی، در تمام ساحه خواجگی خلق در کجایی که زن نباشد کار میبرد و کارهای زنان رو به حالگذاری خوب میکنند. جناب عالی ما از این خیلی افتخار میکنیم و این البته به همه دو چند غیرت میبخشد و هر کس در شخصیتی که همون متخصصی که در جایها کار میکند
مسئولیت رو حس میکند و اون وظیفه گذاری که از طرف سرور دولت می شود به نهایت مقصدهای بزرگ که گذاشته می شود. این هر یک باید شخصیتایی که در وظیفه ها کار میکنند، من در نظر دارم زنها، باید اون رو خوب اول درک کنند تا به کدام اندازه اون کس باوری میکنند به همین زنها که آینده تاجیکستان در دست جوانان است و در کجایی که باشد زنها اول در تمام ساحه خارجی خلق جمهوری کار کنند، اول اونها مادر هستند، اونها تربیت نسل نو را به عهده دارند، برای درست باید که هدایت کنند و اون آرزو نیت‌های نیکی که از طرف جناب عالی نسبت نسل نو گفته می شود باید اونها عملی گردانند. بنابر همین من در دوره انتخاب کسب هم من همین گرچنده مادری خداوند به همه رساند بودیم، لیکن حرکت میکند که مادر اول با فرزند تربیت خوب دهد، معلومات خوب دهد، کسب خوب دهد. البته پدر اشتراک بزرگ دارد در این مسئله، لیکن نقش اساسی رو زن در عائله میبازد. بنابر همین امروز من فخر از آن میکنم که من از سال 93 اگر من در مقامات اجرایی در ساختارهای مقامات اجرایی به کار آغاز کرده باشم، همراه زیر سروری همین رهبری خیرتمند من کار بردم و هر یک برآمدهای آن کس رو من با دقت گوش میکنم، خلاصه برآوری میکنم، به فرزندا به نبیره ها من میرسونم. این به نسل نو است که وقتی که رهبر دولت باور میکند باید هر یک شخص مسئولیت درک کند و وظیفه گذاری اون کس رو در درجه اول گذارد. وظیفه گذاری که در پیام ها هر سال میشود باید درست درک کند. همه این برای پیشرفت تاجیکستان، برای گوشگفت‌های دیار عزیزمان است. بودن لحظه هایی که از کسب اختیار کرده تان اظهار پشیمانی کرده باشید، زیرا میگویند آموزگار تربیت دهنده روزگار است. 3 نفر فرزند دارم در عائله. سال 1978 عائله دار شدم. من 48 سال میشد با همسرم حیاتی یک جای میبریم. البته سروری عائله خودی شوهرم هستند. اون کس هم دانشگاه طبی ختم کردن. محمد جانف اسماعیل ابراهیمویچ از همین دوره که با رخصت به همینجا آمدن توری همین 45 سالی کاری همچون جراح در همین بیمارخانه مرکزی شهر فعالیت میبرند و ما اول عزت و حرمت آن کس را به جا میآوریم. پس از آن فرزندها علاقه هم از فرزندها طلب کرده میشد که پدر باید گپش دون نشود، باید وظیفه گذاری های پدر، طلبات های اون کس باید به جا آورده شد. برای اون که من فکر شخصی البته من دارم، لیکن اون وظیفه گذاری که می شود از طرف پدر به فرزند نسبت باز و مسئولیت زیادتر حس می کند. من حرکت کردم که رهبری فرزندها در عائله باشم، لیکن گفته اون کس را اجرا کنم. برای اینکه گفته های اون کس، طلبات های اون کس، این برای معلومات ناکی فرزندان، دادن کسب های موافق و در آینده در جامعه اشغال کردن جای معین برای فرزندان من بود. 2 دختر دارم، هر دوشان دانشگاه دولتی خوجان رو ختم کردن، آموزگار فن فیزیک هستند. از همه خورده پسر دانشگاه پلیتکنیکی شهر خوجان رو به آخر رسانیده، ختم کرده. حاضر سرمهندسی نیروگاه برق آبی شهر قیراقوم رو به دوش دارد. من پشیمان نشدم برای اینکه دستگیری همه طرفی شوهرم پدر و مادری آن کس بود. البته به دستگیری آنها ما از عائله دورتر، البته طلبات خدمت دولتی زیادتر است، ما دورتر شده باشم، لیکن با دستگیری آنها ما کار به اجرا رساندیم. من باوری کامل دارم که موفق شدیم، به مقصدها رسیدیم. در عرفیه چنین میگویند که اشخاصی دارای 2 کسب حق خطا کردن ندارند، اینها یکی آموزگار و دیگری طبیب. شما که به حیث آموزگار بودید و شوهرتان طبیب، همدیگر فهمی در عائله چگونه بود و محصول آن تعلیم و تربیت امروزها چگونه است؟ آن وظیفه گذاری که در ساحه خدمت بود، خدمت دولتی بود، من حرکت کردم که تا به قدر امکان تا به درجه لازم آنها رو به اجرا رسانم. وقتا میشد به وقتتر میومدیم، بر وقتتر میبرفتیم. همین به دستگیری شوهرم، همین دختر، البته تکیه‌گاه خانوادانم، البته شوهرم بودن که ما کار کردیم. در کدام ساحه که باشد کار صاف دلانه اجرا کردیم. شکری آن میکنم که سال 2016 من به نفقه برآمدم. حالا در شهر در وظیفه رئیس شورای سابقه داران جنگ مهنت شهر گلستان رو باز به عهده دارم. فعالیت مهنتی من دوام دارد. حاضر من تا 30 سال زیاد است که من
در واحدهای ساختاری و خود مقامات اجرایی وظیفه را به اجرا رسانیده‌اند. بیش از 50 سال به حیث زنی راهبر بودید. یعنی که امروز به بانوانی که همکنون در این جاده قدم میمانند چگونه مصلحت میدهید؟ باید شعار آنها چی باشد تا آنها نیز با سربلندی و با موفقیت برای این خلق و این جامعه خدمت کنند؟ البته در پیشبرد این کار در اول البته برای زنها اویله باید که ایستد. تربیت فرزندها باید اهمیت خاص دهند. اکنون اگر نگاه کنیم در هر برنامه‌ای که جناب عالی میکنند درباره تربیت فرزند سخن میرود. این باید به هر یک کس سرمشق کار باشد. دیگر اینکه شعاری که حضور من سرور دولت ماندند تاجیکستان به پیش، همه خرد و کلان تاجیکستان به پیش میگویند برای اون زنهای راهبری که در مقامات‌های عموما تمام مقامات خدمت میکنند، خواه در سایت معارف و تندرستی و فرهنگ هم باشند، باید برای پیشرفت تاجیکستان خدمت کنند. شکر آن ما باید کنیم که امروز تاجیکستان ما آباد، آزاد، صلح و آرامی حکمران است. باید که برای پیشرفت تاجیکستان، برای شکوفایی تاجیکستان، برای بلند برداشتن سطح اقتصادیات مردم خود جمهوری باید که حصه‌گذار باشند. میگویند که جهان را نورهای آفتاب نور و نیرو میبخشند، زندگی را باشد محبت. کلید سعادت از نگاه زن سابقه دار در چیست؟ اگر زن عائله تشکیل کند، اگر وی خوشبختی عائله خواهد، اگر وی خواهد که در خاندانش تنج آرامی باشد، وی باید با تمکین باشد، دور اندیش باشد. به هر یک مشکلی یا نارسایی که در عائله میشود باید که اهمیت لازمه دهد. از کدام سبب این چیزها شد و فرزندان رو در راهی وطن دوستی، مهنت دوستی تربیت کند، برای آنکه نسل آینده جناب عالی میگویند که در دست جوانان است. همین در دست جوانان بودنش ما باید که همین هر یک جوان رو درک کنیم، فهمانیم. این از عائله سر می شود البته. و من اون سخن‌های خردمندانه و دانشمندانه که از طرف راهبری دولت گفته می شود به نهایت یک حسیات نگفتنی من زیر می کند که تا به کدام اندازه آن کس غمخوار هستند، تا به کدام اندازه تمام ساحه‌های حیات عائله تا حتی اهمیت می دهند. وقتی که این خیلی راهبری غمخوار داریم، باید در پی اون کس، از پی اون کس رویم، در گرد اون کس جمع شویم، نمانیم که تاجیکستان ما گشته باز یگان روی غم و درد بیند. همین سمت باید که ما فعالانه، صافدلانه مهنت کنیم، فعالیت بریم و جامعه را به راه راست هدایت فرماییم. از محبت تلخ‌ها شیرین شود، از محبت میزها زرین شود، از محبت نار نوری می شود، از محبت دیو حوری می شود، از محبت مرده زنده می شود، از محبت شاه بنده می شود. چنانه که هم صحبت ما ابراز داشتند، محض محبت است کلید سعادت روزگار نکو و شایسته. بگذار از قهرمان برنامه صاحب خرد نسل جوان نیز پنپذیر باشند تا روزگاری شایسته داشته باشند. این بانوی خرد از سال 1990 به وظیفه آموزگار صنف‌های ابتدایی مشغول گردیده، دانش و ملکه و مهارت تشکیلاتی بودنش را به اینابت گرفته، موصوف را به وظیفه مدیر ثبت حالت اسناد شهروندی شهر قیراقم امروز شهر گلستانش تعیین کردند. چون با جدیت و مسئولیتناکی در این وظیفه خدمت خلق نمود، سال 1998 در آزمون تاجیکستان خانه امیدمند سزاوار نام بهترین راهبری ثبت اسناد حالت شهروندی ولایت سوخت داده شد. زن یک اولیه زیبایی می باشد، یک اولیه تربیتگر، یک اولیه چراغ خاندان می باشد. وقتی که زن اگر با راهبر باشد، باید که البته با رفتار خود، با گفتار خود، با اندیشه خود به همه نمونه باشد. اگر البته راهبر باشد، باید برای راهبر، البته که راهبر شدید درباره خود کار کردن در کار، اویدی همون ساحه‌ای که شما راهبر می باشید، همون ساحه خوب دانستن در کار، خوب بردن در کار برای پیشروی همین ساحه. بعد البته سه طلب شدن در کار، جدیت، یعنی جدیت نقشدن در کار، مسئولیت حس کردن در کار، مسئولیت همونی که همون بزیمه داشته حس کردن در کار. غیر از این برای به انسان شدن در کار. کرامت محمود بسیار یک زنی با معرفتی خردمندی، بسیار راهبری نقش شده آمدگی. من از سال 1993 وقتی که همچون مدیر شعبه تولد شده به کار آمدم، اینا مدیر شعبه سخش بودن، ما همکاری داشتیم. او بسیار سرطلب
سیرطلب بودن، کارن وقتش به طلب میکردن، اویدی حجت گذاری، اویدی همین بسیار سیرطلب خردمند، لیکن باز هم زنی مهربان بودن، با ما یاری میرساندن، راههای کار نشان میدادن. بسیار گفته میدن که یک زنی که راهبری دانای و خردمند و سیرطلب بوده. نقش زنان در آبادی بسیار کلان است. زنها بسیار در راهبریت کار میکنن، در بسیار خصوصا در همین تندرستی باور کنید قریب ممکن 80% زنها کار کنن، در معارف کار میکنن. بنابر همین نقش زن در پیشروی جامعه، در تربیه نسل نو است، در سالمی اهالی بسیار نقش کلان میبازد. اگر زن صاحب معرفت باشد، چه در عائله چه در کار، البته نقش اونا بلند میشد و یک چیزی مثبت پیش میبرند. با من گفتنی که اگر ممکن باشد شوهری این کس همکاری من میباشند و یا جراحی کلان بودن، انتها حالم کار میکنن. بسیار من شعبه تولد چه شعبه وزین در نگاه داشتن چند عمری زنانی که بعد از تولد خونرو میشوند، دیگر عریضه ها میشوند، در همکاری با آن کس ما بسیار زنها را از مرگ نجات دادگیم. من همین گفتگیم که شوهرشان هم بسیار انسانی نقد در تربیه چی فرزند باشد، در خودی همین جراح بودنشان، در همکاری یک عائله نمونه‌ای نقد میباشند که اینها هر دو هم یک انسانای نقد میباشند و فرزندای نقد تربیت کرده به وای رساندگی. با در نظر داشت قابلیت بلند کاردانی و مسئولیت شناسی، این زن معرفت پیشه سال 2002 به حیث مدیر شعبه معارف شهری مذکور انتخاب گردید. در طول فعالیتش در این ساحه بهر پیشرفت سطح تعلیم و تربیت خوانندگان و تشکیل و از نوسازی چندین مؤسسه های تعلیمی در این گوشه دیار کارهای نظررس را به انجام رسانیده است. درباره معلم قاسمی‌آقا کرامات محمودovna چقدر سخنرانی می‌گوییم کم است، زیرا که همین شهر گلستان رو به وجودی معلم تصور کرده نمی‌شود. وقتی که گلستان گفتید حتما پیش نظر سیمای بهترین نوتکراری معلم می‌آید، زیرا که معلم عزیز ما تمام کار و فعالیت خود را در همین شهر گلستان گذرانیدند. من شخصا با معلم همکار بودم. فخر میکنم که در یک همردیف یک کار کردیم در بلوکی ایدئولوژی معلوماتی. معلم بسیار همچون انسان بهترین هستند در روزگار، در چی در کاری راهبری، چی در تربیه، همچون کادر، همچون انسان، همچون در تربیه نسل جوانی بهترین هستند. و از بسیار کار آموخته ما از معلم یکمین و یکی خصوصیت بهتری که معلم دارن بسیار مسئولیتشان بلند است، مسئولیت شناس هستند و کار کلان خورد نمیگن، همون مسئولیتی بلند که اجرا میکنن و از ما زیر دستان همین رو طلب میکردن که درس عبرت شد همین کار. و وقتی که سپاری شد دلتنگی کردی در همین کارنده کنی که سپاری شد گفته همین چیز به ما تربیت کردن، همین خیلی شدیم. ما چند نفر شاگردایی که معلوماتی هم کار بودیم همین خیلی شدیم. بسیار زن خاکسار، حلیم با زیر دستان همچون کارگر، همچون راهبر سیرطلب بودن. همون وقتی گفتگیشون با ساعتی گفتگیشون با باید که همون کار اجرا میشد، جدی بودن در کار. لیکن همچون شخصیت، همچون انسان وقتی که مراجعت میکنید یکم درد دلت میگه، یکم دیگر رو یکم مسئله شخصی که مراجعت میکنن مصلحت های خوب میدادن. معلم همچون استاد تا حوض راهنمای ما هستند و البته ما تا حاضرم از معلم میپرسیم، هم ردیف هستیم، همکار هستیم، حاضرم همچون رئیس سابق داران شهر گلستان فعالیت میبرم در مجلس ها، در همه کارهای جمعیتی، در همه جا با میخوریم، همدیگر که رابطه به حد زیچ داریم.
تجربه بوی کاری و مهنت صافدلانه اش را برای بهبود خلق دیده، سال 2007 از جانب سرور دولت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان کرامت قاسمова به حیث معاون رئیس شهر گلستان تعیین گردید و در این وظیفه تا سال 2015 فعالیت پرثمر داشت. من معلمه محترم را طولی چندین سالها از نزدیک میشناسم. سالهای 2010-2012 من همچون مدیر بخش تندرستی شهر گلستان در مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر فعالیت بردم. ما از همون سالها ما باز هم نزدیکتر شناخته شدیم. باز هم زیچ کار ما علاقمند بود. من این زن را همچون زنی مسئولیت شناس سرطلب میشناسم. همون دوره ها برنامه های ملی ساحه تندرستی بسیار بودن. همین حجت ها را ما 2 نفر اویده همین همه برنامه های ملی در مقامات جابجا کرده از همه شخصانی مسئول اجرایش کارها را همین ما 2 نفر طلب میکردیم. 2 نفر به آخر میرساندیم. زنی که به کار خود صادق است حتما به موفقیت ها نائل می شود. من حساب میکنم که همین صادق بودن، از تحت دل کار کردن، مسئولیت شناس بودن، سرطلب بودن، دوست داشتن کسب خود حتما شخص را به موفقیت ها نائل میگرداند. با فعالیت معارف پرورانه و درک میهن‌پرستی این بانوی عاقل و دانشمند بهای ارزنده داده سال 2015 او را همچون رئیس کمیته اجرایی شهری حزب خلقی دموکرات تاجیکستان در شهر گلستانش انتخاب کردند. در این وظیفه سرمحصول نیز نتیجه های نظررس را بهر درک تشکیل و ماهیت این حزب به دست آورده است. پس از به نفقه برآمدن اکنون وظیفه رئیس شورای سابقه‌داران حزب مذکور در شهر گلستان ولایت سوخت تعیین گردید. برای خدمت‌های شایانش همچون اهل زیای کشور به چندین مکافات‌های ارزشمند نائل گردیده است که از این میان مدال خدمت شایسته را نیز صاحب گردیده است. یکی از ویژگی‌های این عائله نمونوی در آن است که روزگارداریشان را با همسفر حیاتش اسماعیل محمدجانوف طبیب جراح 45 سال سپری می‌گردد. در این عائله نمونوی 3 فرزندی نکونام به پای رسیدند. 2 نفر دخترانش دانشگاه دولتی شهر خوجند را با اختصاص آموزگاری فن فیزیک ختم کردند و پسر یگانه‌اش سهراب جان محمدجانوف دانشگاه پلی‌تکنیکی شهر خوجند را با اختصاص مهندس الکتریک ختم کرده است. اثنای ثبت برنامه تنها پسرشان را در شهر پیدا نمودیم که با افتخار وصف مادری معرفت پیشش می‌نمود. من افتخار از آن دارم که در چنین عائله به وای رسیدم. بevosita با زحمت‌های بسیار عذاب کشیده مادرم و من هم تربیه، علم، اینچنین در حسی وطن دوستی تربیه گرفتن که به این روز به همین قله‌های کسبی رسیدیم. شکرانه از آن میکنیم که با بevosita با تربیه همین کسب ما صاحب کسب و هنر شدیم و همین روز اون زحمت‌های آن دم کشیده حیات ما در کار شد که همین ما کار و فعالیت برده ایستادیم. شکرانه از آن میکنیم. مسئله اساسی آن دم همین اساساً دانش خون که بچه جان او شرایطی که ما با پدرت ترکیده ایستادیم این شرایط هر کس نیست. فقط مسئولیت همین فقط خون که در آینده صاحب کسب و هنر میشه و در جامعه صاحب احترام میشه. البته وقتی کس در صحبت صاحبدلان می نشیند چگونه مصرف و شتاب وقت را مشاهده نمی کند، زیرا دنیای آنها بحر پندپذیری است. باید گفت که قهرمان برنامه ما در جبهه حیات موقع خویش را با سربلندی پیدا نموده است و می سزد که نسل آینده ساز از مصلحت این گونه اشخاص درس روزگارداری را پیوسته آموزند.